ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم برادران گرامی، حضار ارزشمند، برادران بسیار بسیار بزرگوار، قبل از هر چیز الله عز و جل را شاکریم که الله تعالی امشب در این شب مبارک که شب جمعه هست و شب ویژه‌ای هست در میان بقیه شبها، در این مکان خاص، این محلی که سجدگاه مؤمنین هست، این جایی که اختصاص یافته برای عبادت رب العالمین، من و شما را الله تعالی به نسبت دین و به منظور اینکه روی اصلاح خودمون، اصلاح فرزندان خودمون، اصلاح نسل آینده خودمون فکر بکنیم و مذاکره بکنیم و بگیم و بشنویم که هدف بسیار والایی هست، مقصد بسیار مقدسی هست. مقصد انبیا هم همینه. الله عز و جل انبیا را هم برای اصلاح انسان ها فرستاده. الله تعالی من و شما را برای این هدف والا در این مسجد بزرگ جمع فرمود. الله عز و جل را شاکریم و دعا بفرمایید قبل از هر چیز که الله تعالی این نشست من و شما را قبول بفرمایید.
عزیزان اصل قبولیت است. اگر قبولیت شامل حال ما بشه و اعمال ما مورد قبول حق واقع بشند، خوشی هست، سرور هست، عزت دنیا و آخرت هست. و اگر خدای ناکرده انسان تلاشی می کند، کاری می کند و رد بشه، واویلا هست. الله تعالی به اخلاص ما نگاه نکند، به قلب ما نگاه نکند، به لطفش، به فضلش نظر بفرماید و این اداهای ما را قبول بفرماید. و عزیزان یکی از علائم قبولیت اینه که بعد از این که من از این جلسه بلند شدم ببینم آیا تأثیری بر قلب من قرار گرفته، آیا من بعد از این تجدید نظر می کنم در اعمالم، در عمل کردم، آیا عبادت من بهتر میشه، آیا لذت و حلاوت و شیرینی در عبادت و در بندگی خدا احساس می کنم، آیا ذکر و یاد الله، تلاوت قرآن مجید، روح در نماز، اخلاق، اعمال، دوری از گناه، معصیت، آیا تغییری کرد؟ اگر تغییر آمد، اگر اصلاح آمد، این جلسه مقبول شده و جلسه تأثیر خودش را گذاشته و انشاءالله پیش الله هم قبول شد. لذا همین نیت، همین دعا، همین تلاش باشد الله عزوجل همه من و شما را اصلاح بگرداند. همه ما نیاز به اصلاح داریم. و بعد از شکر رب العالمین، تشکر از همه عزیزان، همه دستاندرکاران، مسئولین بزرگوار که مجموعی از علما هستند، مجموعی از دلسوزان هستند، خیرخواهان هستند که در رأس اونها برادران محمدی، مولانا عبدالرحمن، حافظ اسحاق، مولانا اسحاق، مولانا قلندر، بقیه علمایی که شورایی دارند اینجا دوستان و یک مجموعی هستند. الله عزوجل به این عزیزان بهترین جزا و بهترین پاداش نیک را عنایت بفرماید و این تلاش ها را مثمر ثمر بگرداند. فرمودند که جمعی از خواهران هم حضور دارند. الله تعالی انشاءالله که خواهران را در اون مسیری که قرآن میفرماید هم ما را راهنمایی بفرماید و هم خواهران را انشاءالله اگر فرصتی باشد در این زمینه هم چند کلمه صحبت و یادی بکنیم از بانی این همه خیر در این شهر، حضرت مولانا عبدالحمید جهاندیده رحمت الله علیه، انسانی که واقعا الله بندگان خودش را بهتر میداند ولی به گمان ما یکی از انسانهای مخلص، دعوتگر، دلسوز و خیرخواه بود. و ما امروز که نماز مغرب را در اون مسجد بزرگ، اون مسجد دلباز خواندیم، قلب انسان روشن میشه، با وجودی که اونجا لامپی روشن نبود، تاریک بود، ولی انسان دلش روشن میشه. سبحان الله. و این مسجد برازنده واقعا شما مردم با ایمان سوران، مردمی که همواره در کنار علما بودید و در کنار علما و خیرخواهانتون هست. الله عزوجل مولانا و غریب روحش و شاد این نوع جلسات ما بهترین روح و ریحان را به روح برساند. هم مولانا جهاندیده و هم مولانا اسماعیل محمدی که یکی از بانیان این مرکز بود، بانی این خیر بود و ما مطمئنیم و این امید را از درگاه رب العالمین داریم که اون بندگان را که زحمت کشیدند و بعد از این که به ملاقات پروردگار شتافتند، انشاءالله اونها
در روح و ریحان باشند و الله تعالی مغفرت بفرماید، درجاتشون را در جنات فردوس بلند بفرماید و همه اهل خیری که تا دیروز بودند و امروز نیستند، همه مقتدیان، همه اهل سوران، همه این قبرستان ها را الله تعالی با رحمتش بنوازد و الله تعالی شما مؤمنین را و هم مؤمنات را که حضور دارند و این صدا را میشنوند که همیشه فعال هستید و در چنین کارها جناب مولانا گزارشی دادند که الحمدلله همه مردم، همه فرهنگیان، تحصیل کردگان، جوانان، اهل خیر، همه ماشاءالله در کارهای خیر اینجا تسابق هست، مسابقه میدهند و سهیمند، شریکند و این توفیق پروردگار هست، این فضل الهی هست و این فضلی که پروردگار در حق شما فرموده قدردانش باشید و از الله عزوجل توفیق مزید بخواهید. چه زیباست یه انسانی که الله عزوجل از وجود او، از جوانی او، از مال او، از جان او، از امکاناتی که او دارد در زمینه اصلاح، در زمینه هدایت، در زمینه عرض کنم که روشنگری و در زمینه دینداری مردم کار میگیرد. الله تعالی از انبیایش کار گرفته و از خاصان کار گرفته. هر کسی که در این زمینه سهیم هست و شریک هست قطعا مورد نظر پروردگار هست. لذا همه این مساعی را، همه این تلاش ها را رب العالمین قبول بفرماید و انشاءالله استقامت عنایت بفرماید. استقامت هم عزیزان خیلی مهم هست و شرط. آیات زیادی از آیات قرآن مجید و احادیث گوهربار آن حضرت صلی الله علیه وسلم در رابطه با استقامت هست. از الله بخواهیم که تا روزی که حیات هست و تا روزی که در این بدن جان هست و روح هست در کنار دین الله عزوجل و اهل دین باشیم. از سخنان مفتی بزرگوار حضرت مولانا زکریا محمد زکریا حفظه الله هم استفاده کردیم. اصل سخنان همین سخنان بودند که هم سخنان روز هستند و سخنان عالمانه هستند و سخنان محققانه هستند و انشاءالله که الله عزوجل بعد از سخنان ایشون سرود زیبای حماسی هم عزیزان اینجا اجرا کردند. امیدواریم که الله عزوجل همه ما مسلمانان را بیدار بگرداند و به وظایفمون واقف و در جهت رفع این اشغال و رفع این ظلم عزیزی که از 10 سال ادامه دارد که همه برمیگردد به ضعف ما، به ناتوانی ما، به فاصله ما از قرآن و سنت. الله تعالی ما را به وظایف واقف بگرداند، جوانان مسلمان را الله تعالی به سوی دین، به سوی قرآن و سنت، به سوی اصل برگرداند و الله تعالی اون عزت از دست رفته، اون شکوه گذشته ما را الله تعالی که یکی از اون عزتها آزادی قدس و بیت المقدس هست، الله تعالی برای ما در حیات ما فراهم بیاورد. لذا عزیزان بنده صحبتهای مختصری که با این صحبتها بدون ارتباط هم نیست عرض می کنم. الله تعالی به زبان الکن بنده اون چی که خیر ما هست و اون چی که برای دنیا و آخرت ما مفید است عنایت بفرماید. سروران عزیز، اون چیزی که از قرآن مجید معلوم میشه و از سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و همچنین تاریخ گذشته اینه که هر وقتی که فساد بوده، شر بوده، بدی بوده، برمیگرده به انسانها هر وقتی که در مسیر فساد بودند، در مسیر شر بودند، در مسیر خرابی بودند، دنیا به طبع انسانها این چنین بوده و هر وقتی که
انسانها در مسیر خیر بودند، در مسیر درستی قرار گرفتند، در مسیر عدالت بودند، در مسیر حق بودند. دنیای گلستانی بوده، همه جا گل و گلزار بوده، امنیت بوده، اعتماد بوده و آسایش بوده، اطمینان بوده. لذا مقصر کسی دیگه نیست، چیزی دیگه نیست. سنت الهی هیچ وقت عوض نمیشه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت الهی اینه که انسانها وقتی که خوب باشند دنیا خوبه. من مثال کوچکی عرض بکنم. زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند، قبل از بعثت بدترین وضعیت بود. همیشه علما از شرایط دور جاهلیت میگن از هر جهت بدترین دور بود. در کعبه شریفه که مرکز توحید هست، همه چیز عبادت میشد به غیر از الله. هر سنگی، هر چوبی، هر بتی، ستاره، جن، فرشته، انسان، خورشید، ماه، ستاره ها، همه اینها را مردم می پرستیدند، اما پرستش الله نبود. از نظر اخلاقی، از نظر ترحم، عاطفه، تعصب، از کنم خدمت شما، از هر جهت وقتی که نگاه میکنیم بدترین وضعیت و بدترین شرایط را داشتند. اما همون انسان ها زیاد تغییر نیامد. اون انسان ها وقتی که الله عزوجل برای اصلاحشان، برای هدایتشون، برای راهنماییشون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی الله علیه و سلم را فرستاد، سبحان الله چی شدند؟ از کجا به کجا رسیدند؟ قبلا جاهلان بودند، دورشون دور جاهلیت بود، حالا دورشون هست خیر القرون. همون انسان ها تفاوتی نیامد توشون. حالا به عنوان الگو، به عنوان ستاره های هدایت، الله عزوجل چنان این انسان ها را دگرگون کرد. به همین خاطر انبیاء الهی هرگاه آمدند، محل توجه انبیاء و محل تمرکز انبیاء خود انسان بوده، چیزی دیگه نبوده. روی زمین کشاورزی، روی کارخانه ها، روی دام و روی نمیدونم معادن و فلان و فلان هیچ کاری نکردن. معدن اصلی خود انسان است، روی انسان کار کردن. یا تاریخ جناب مفتی زکریا حفظه الله بیان فرمودند، همینجا به ذهنم آمد تاریخ بنی اسرائیل را. بنی اسرائیل میدونید که یک روزی بهترین ها بودند. الله عزوجل میفرماید الله چه لطفی، چه انعامی، چه احسانی بر اینها کرده بود. میگویند بین سیدنا موسی و سیدنا عیسی علیه السلام کتاب ها نوشتند، اهل تفسیر میگویند 4000 پیامبر از همین قوم مبعوث شدند. همه انبیا اینها از نسل همه انبیا هستند. عیسی علیه السلام برای بنی اسرائیل مبعوث شد. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. موسی علیه السلام برای بنی اسرائیل مبعوث شد. عرض کنم خدمت شما که یوسف علیه السلام، سیدنا یعقوب که خب بنی اسرائیل اولادش بودند، این بنی اسرائیل وقتی که خوب بودند، وقتی که پیرو انبیا بودند، الله عزوجل میفرماید شما در میان عالم اون زمان، در میان دنیای اون روز بهترین بودید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. اینها
وقتی که خوب بودند، درست عمل می کردند، پیرو موسی شدند، از موسی تبعیت کردند. علاوه از این که قرآن سوره بقره مفصل هست که خدا می فرماید من شما را از فرعون نجات داد. چه لطفی خدا در حق اینها کرد. اینها خانه نداشتن، خداوند ابر را سایه کرد. غذا نداشتن، خداوند من و سلوا را فرستاد. آب نداشتن، خداوند از یک سنگ 12 تا چشمه. همه اینها تو قرآن است. اینا تاریخ نیست که من عرض می کنم، همه آیات قرآن است. 12 تا چشمه برایشون جاری کرد. لذا این همه نعمت ها به جای خود، اما بالاترین و والاترین نعمت و انی فضلتکم علی العالمین. و بعد از اینکه فرعون را خداوند هلاک کرد، اینها وارث زمین شدند. و اورثنا بنی اسرائیل در سوره شعراء هست. حالا وارث فرعون چگونه شد این بحث علمی هست، ولی بسیاری از علما معتقدند که ابرقدرت اون زمان فرعون بود، بعد از این دیگه بنی اسرائیل شد. از این جهت وارث، یعنی خداوند قدرت و عزت و حکومت و همه چیز به اینها داد. اما دیری نگذشت که اینها ناسپاسی کردند، اینها راه مسیر غلط را انتخاب کردند. موسی علیه السلام بعد از این مراحل و بعد از این که تورات را دریافت کرد، به اینها گفت بیایید عمل کنید. اینها بعد از این که بالاخره امنیت در اون سختی ها اونها خود تبعیت کردند، اما بعد از این که دشمن هلاک شد، امنیت آمد، آرامش آمد و مشکلات حل شد، کم کم اینها فاصله گرفت از اون تعلیم الهی. بعداً خدای عزوجل برای اینها ذلت و خواری آورد. الله عزوجل در یه جای از قرآن می فرماید همین قومی که و انی فضلتکم علی العالمین، جناب مفتی صاحب همین اشاره را فرمودن، و ضربت علیهم الذلة والمسکنة و باءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. سبحان الله. وقتی که مسیر شر را گرفتند، راه فساد را گرفتند، راه نادرست را گرفتند، الله عزوجل تمام بدبختی ها را برایشان آورد. در سوره بنی اسرائیل، سوره مبارکه بنی اسرائیل، الله عزوجل اونجا به تفصیل می فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله می فرماید وقتی که راه فساد را می گیرید، بندگان ظالم و ستمگری را ما بر شما مسلط می کنیم که میآیند شما را قتل و غارت میکنند، شما را نابود میکنند، شما را از بین میبرند، مسجد الاقصی را با خاک یکسان میکنند. چنانچه در تاریخ همین اتفاق افتاد. قوم عمالقه را الله عزوجل بر اینها مسلط کرد. بخت نصر که اسم شاهی بود خدا مسلط کرد. اما الله تعالی میفرماید که ثم رددنا لكم الكرة، دوباره ما یک فرصتی دیگه به شما دادیم. وقتی که راه اصلاح را، چون در همین بین انبیا وقتی که نصیحت کردن گفتن جهاد، حالا بعضی میگن حضرت دانیال علیه السلام، حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب رحمت الله علیه که یکی از مدیران با سابقه دارالعلوم دیوبند رحمه الله بود، ایشون میفرمایند حضرت دانیال بود، بعضی میگن حزقیل بود، بعضی میگن شمویل بود، حالا هر پیغمبری بود. وقتی که اینها از پیغمبر تبعیت کردند، جهاد کردند، مسیر درست را گرفتند، الله عزوجل عزت داد. الله تعالی بیت المقدس را دوباره آزاد کرد. الله عزوجل دوباره به اینها حکومت داد، دوباره شکوه داد. لذا عزیزان، از مجموعه این آیات که فرصت کمه و من هم نمیخوام زیاد طولانی بکنم، معلوم میشه که بنی اسرائیل
وقتی که راه نادرست را گرفتند شرایطشون اون شد. وقتی که راه درست را گرفتند، راه جهاد را، راه الله را، الله عزوجل برایشون لطف فرمود. درود شریف. لذا پس تمام بیچارگی برمیگرده به خود انسان. و انسان عزیزان، انسان در واقع قلب این عالم است. همونطور که قلب خلاصه تمام بدن است، انسان خلاصه تمام این عالم است. تمام این عالم از زمین و آسمان و بر و بحر و جنگل و همه اون چی که ما داریم، اینا همه برای انسان است. الله عزوجل می فرماید وسخر لكم ما فی الارض جمیعا، هر چی که در زمین است اینا همه مال شما، در خدمت شما. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. این خورشید، این ماه، این ستاره ها، این آسمان، این زمین، آیات تکوین را میخوانیم، همه اینها برای الله، برای الله درست کرده، برای انسان، همه برای انسان. پس انسان، خود انسان قلب این عالم است، خلاصه این عالم است. و این انسان خودش یک در درونش، به قول علامه ندوی رحمت الله علیه، در درون این انسان خودش یک عالم بزرگی وجود دارد، عالمی که شاید از این عالمی که ما میبینیم هم بزرگتر باشه. چنان عرض کنم بزرگ هست، ولی اینکه به ظاهر بسیار کوچک هست. حالا ببینید این مغز انسان چقدر مختصر است، چقدر عرض کنم که کوچک هست، اما در این مغز انسان چه به سر دارد. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، تمام بر و بحر در اختیار همین انسانه. نه کره ماه میگذارد، نه مریخ میگذارد، نه کرات دیگه میگذارد، نه دریا، نه خشکی، نه جنگل، نه جزیره، همه جا انسان بالاخره همه را تحت سلطه خودش قرار داده. پس این درون این انسان خودش یک عالمی هست، به قول علما خودش درونش یک جنگلی هست. و در این جنگل، همونطور که در این جنگل های دنیای ما انواع درندگان هست، انواع وحوش هست، انواع حیوانات هست، در درون انسان هم همینطور. انسان هر چیز در این نفس را الله عزوجل سبحان الله چه استعدادی، چه صلاحیت خوب و بدی بهش داده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. وقتی که اون درنده درونی که صفت گرگ هست، صفت درندگان دیگه هست، اون وقتی که گل می کند، اون وقتی که غالب میشه، اون وقتی که موج میزند، سبحان الله، مثل نتانیاهو انسان وحشی میشه. هر چی میکشد، هر چی زیر بمباران ها له میکند، هنوز آتشش برآورده نمیشه. هنوز میگه باید کامل نابود بکنم، باید نسل را از بین ببرم. این نسل کشی را خود همون سازمان های مللشون که در اختیار مسلمان ها نیستند، همونها تصویب کردن، همونها پذیرفتن. این نسل کشیه. این ببین، این وقت این انسان، همین انسان هست. هیچ وقتی به قول امام ندوی رحمت الله علیه، هیچ وقتی این انسانها را درندگان جنگل تهدید نکردند. هیچ وقتی گرگها با هم تشکل، عرض کنم یک تشکلی درست نکردند، شیرها و پلنگها درست نکردند و بر علیه ما هجوم نیاوردند، بر علیه انسانها. اما
هر چی که بر سر انسان آمده از اون جنگل درونی هست و اون وحشیگری درونی هست که وقتی که او کنترل نباشه، اون در اختیار وحی نباشه، او در اختیار انبیا نباشه و در خدمت انبیا نباشه، انسان بدترین فساد را میکنه. در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم چقدر انسان ها کشته شد؟ اینها را حیوانات جنگل کشتند؟ همه را خود این انسان ها بودند. پس در عزیزان گاهی بر انسان اون وحشیگری و اون درندگی حکومت می کند، گاهی بر انسان معدهش حکومت می کند. هر چی در وجود انسان است. اون وقت میگه هل من مزید، مال هر چی باشد، دزدی باشد، چپاول باشد، ربا باشد، رشوه باشد، مال غیر باشد، دزدی باشد. اما وقتی که همه این وجود، این قلب که اصل فرماندهی مال قلب است، همونطور که انسان خلاصه این عالم و قلب این عالم است، باز خود انسان خلاصش اون قلب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره فرمود. اصل اون قلب، تمام اعضا و جواره، تمام درون و بیرون همه تابع اون قلب هستند. اون قلب وقتی که اصلاح بشه، به همین خاطر تمرکز انبیا روی قلب بود، تمرکز آیات الهی روی قلب و روی درون هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در 13 سال مکه روی عرض کنم اعمال و مسائل و احکام، مفتی صاحب اینجا تشریف دارند، روی اینها کار نکرد، همهش روی قلب. دو چیزی، یکی روی عقاید که برمیگرده به قلب، دوم به اخلاق، روی اخلاق کار کرد. فقط در زندگی مکی نماز فرض شده بود که نماز مظهر توحید است. وقتی که گفته شد توحید فقط یک رب را پرستش بکنید، باید در نماز ما اون پرستشمون را به مظهر نمایش بگذاریم، فقط او را سجده. فقط نماز در مکه مکرمه، حج و زکات و حجاب و حرمت شراب و همه اینها در مدینه طیبه. پس اصل قلب است. به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که در جسد انسان تکه گوشتی هست که وقتی که این اصلاح بشه، این درست بشه، همه بدن انسان اصلاح میشه، و وقتی که اون خراب بشه، همه بدن خراب میشه. مثالش خیلی واضح است. یک قلبی هست، در اون قلب سخا هست، سخاوت هست، جود هست. وقت خود به خود دست به جیب میره، خود به خود تمام جوارح کار میکنه، سفره پهن است، داشته باشه یا داشته نباشه، قرض میگیره، وام میکنه، ولی بالاخره در حق مردم کوتاهی نمیکنه، در حق مهمان کوتاهی نمیکنه، در حق یتیم کوتاهی نمیکنه، در حق فقیر و مسکین کوتاهی نمیکنه، چون در قلبش صفت جود هست. وقتی که در قلب بخل باشه، میلیاردر هم باشه، اون وقت ریالش را بالاخره به کسی نمیده. در قلب اگر شجاعت باشه، شهامت باشه، دلیری باشه، این جواره خود به خود کار میکنه. انسان عرض کنم که با شهامت وارد معرکه میشه، انطور که صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم شد. ببینید آن حضرت روی قلوب سبحان الله چقدر کار کرد. وقتی که در قلب بزدلی باشه، خود به خود دست و پا میلرزه، انسان فوراً از یک صدایی هم جا خالی میده. لذا عزیزان اصل قلبه، اصل. پس خیر و شر به انسان برمیگرده. آیه که تلاوت کردم همینو میگه، والعصر ان الانسان لفی خسر. سبحان الله. به قول بعضی از علما و منسوب است به امام شافعی رحمه الله، اگر هیچ آیه دیگه نازل نمیشد در قرآن، همین آیه هم تنها نازل میشد برای هدایت، برای راهنمایی، برای رسیدن به سوی نجات و فلاح و کامیابی، همین یکی کافی بود. الله عزوجل میفرماید انسانیت در خساره هست، در زیان هست، مگر اون انسانهایی که
از انبیا خط میگیرن. الا الذین آمنوا، ایمان معنیش همینه. منبع ایمان یا کتاب خداست، کتاب الله است، یا رجال الله است. از کتاب خدا و از فرستادگان خدای عزوجل. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس عزیزان، مشکلات ما، حل مشکلات ما در همین کتاب است، در قرآن هست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن دنیا را. سبحان الله، صحابه را چقدر ساختند. صحابه ای که وقتی که عرض کردم قبلا در زمان جاهلیت چقدر غارت بود، چقدر اختلاف بود، چقدر بیچارگی بود، اما این زمان آمدن دور دور ایمان شد، نسیم ایمان وزید. به تعبیر علامه ندوی، جب ایمان که بهار آئی، بهار ایمان و نسیم ایمان وزید. همه جا امنیت، همه جا ایثار، همه جا از خود گذشتگی، همه جا محبت، همه جا اعتماد، همه جا اتحاد. هیچ حرفی از اختلاف نبود. همه این مشکلات که ما امروز داریم و اونها نداشتند، و قرآن کریم اونها را او تعریف می فرماید اشداء علی الكفار رحماء بینهم، ارتباط فی ما بین رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم. و بعد الله عز وجل مثال هایی که در تورات هست، در انجیل هست، که خیلی دوست دارم این آیات ترجمه بشه ولی فرصت کمه. اینها را عزیزان، اینها را همین کتاب ساخته، همین قرآن اصلاح کرد. لذا اصل اینه که ما فاصله گرفتیم از اون چیزی که نجات بخش ما هست، اون چیزی که باعث عزت و سربلندی ما هست. و خلاصه و به تعبیر ساده بگم، فاصله گرفتیم از قرآن. قرآن که به ما حیات میده. قرآن را در این آیه که تلاوت کردم الله عزوجل دو وصف برای قرآن بیان می‌فرماید، یکی روح، یکی نور. ما در ظلمت کده دنیا هستیم، نیاز به نور داریم، و انسانهای بیجانی هستیم. مجموعاً عرض می کنم شما الحمدلله اهل توفیق، اهل ایمان، اهل قرآن، مجموعاً عرض می کنم نیاز به روح داریم. و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. الله می فرماید ما روح فرستادیم، روح را وحی کردیم. چرا به قرآن می فرماید روح؟ چون که بدون ایمان، بدون قرآن، ولو اینکه ما جنبنده باشیم، ولو اینکه متحرک باشیم، ولو اینکه ناطق باشیم، نطاق باشیم، حراک باشیم، ولی مرده ایم. زمانی ما زنده ایم، زمانی حیات ما اعتباری دارد که همراه با این روح باشد. لذا عزیزان، ما هیچ تا اون زمانی که آنچه که الله عزوجل برای هدایت ما، برای حیات ما، برای فلاح ما، برای عزت دنیا و آخرت ما الله تعالی در نظر گرفته، ما تا زمانی که از اونها فاصله بگیریم ما بالاخره روی سعادت را نخواهیم دید. همه مسلمانان اونچه که امروز در غزه میگذرد، گرچه همونطور که مفتی صاحب فرمودن واقعا مردم غزه مردم با ایمانی هستن، کسانی اونجا شهید شدند که اکثر حافظان قرآن مجید، در یک خانواده پدر هم حافظ، همسر زن هم حافظ، مادر هم، پسر هم حافظ، دختر هم حافظ. و همین بالاخره
قوت ایمان هست که امروز در مقابل نه اسرائیل، این کار اسرائیل نیست. اسرائیل بیچاره اگر تنها می بود فقط مردم غزه کفایت می کرد. تمام دنیا، امریکا با اون B-52ش آمده، با اون ناو بزرگش آمده، بریتانیا آمده، اروپا آمده، تمام ناتو حمایت می کند، تمام دنیا هست و یک طرف بالاخره 2 میلیون، اون هم 2 میلیون مرد و زن و بچه هستند، چند صد هزار نفر مجاهدین. اما چند ماه هست که هرچی میزند، هرچی که له میکند، هرچی که بمب‌های غول‌پیکر خودش را امتحان میکنه باز هم نتیجه نمیگیرد. هنوز چند روز پیش میگفتند که 85% از این تونل ها هنوز به همون حالت اصلی خودش باقی مانده و تخریب نشده. اینا موندن چیکار بکنند؟ این عزیزان چه سری هست؟ همون علم دین و علم دنیا، علم عصری که مفتی صاحب اشاره فرمودن. الله عزوجل بین هذا، لذا الله عزوجل می فرماید اگر می خواهید در این دنیا حیاتی داشته باشید، زندگی داشته باشید، به این روح روی بیاورید. قرآن کریم كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا. حتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که هدایتگر و راهنمای شما همینه. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. قبل از این در رابطه با کتاب و درباره ایمان اطلاعاتی نداشتید، اما این روح را ما نور هم قرار دادیم. ولكن جعلناه نورا. این قرآن نور هست، زندگی ما را روشن میکنه، دنیای ما را روشن میکنه و افقهای بسیار بلند و بالای جلوی ما میگذاره. لذا عزیزان فرمودند که از عزیزان که اینجا بگید که ما چه کار بکنیم، وظیفه ما در مقابل مردم غزه چیست. این مسئله مردم غزه نیست، مسئله مردم فلسطین نیست، مسئله مربوط به همه مسلمانان هست. حتی مردم فلسطین حق ندارند که چنان تصمیمی بگیرند که اون تصمیم باعث ذلت برای مسلمانان باشد. لذا الله عزوجل بسیار زیبا راهنمایی فرموده ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن باشید، این شرط، مؤمن باشید، مؤمن واقعی، ایمان به الله، ایمان به رسول الله، ایمان به قرآن. شرایط ایمان چیه؟ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. الله می فرماید ایمان و حمایت از دین رسول الله، نصرت و یاری دین رسول الله و اتباع قرآن. حالا من به صورت سوال مطرح می کنم، آیا واقعا در میان جامعه اسلامی شما به سوران نگاه نکنید، آیا در میان جامعه اسلامی اتباع قرآن هست؟ آیا همه مردم نماز میخوانند؟ آیا مساجد مملو از نمازگزاران هست؟ آیا بی‌حجابی وجود ندارد؟ آیا در معاملات ربوی وجود ندارد؟ آیا در امور من رشوه نیست؟ آیا بر هیچ مظلوم ظلم نمیشه، ستم نمیشه؟ آیا قتل ناحق نیست؟ آیا بلا نسبت زنا و بیبندوباری وجود ندارد؟ آیا مال یتیم خورده نمیشه؟ آیا حق زن تلف نمیشه؟ دارم اشاره میکنم. ابعاد بسیار گسترده قرآن مجید تنها در رابطه با نماز به ما نفرموده. قرآن مجید اول شروع میکنه از ایمانیات. آیا ایمانیات و عقاید همه مسلمانان درسته؟ میگه من مسلمانم و میخوانه ایاک نعبد و ایاک نستعین، باز
کمک میگیره، یا فلان تو دست منو بگیر، ای فلان تو کمک کن. آیا این ایاک نعبد و ایاک نستعین را عمل کردیم؟ و بعد از ایمانیات و بعد از عقاید، اخلاقیات. آیا اخلاقی که قرآن آورده و عرض کردم به برکت همون اخلاق، اعتماد، اتحاد، محبت، ایثار، خودگذشتگی، اینها تمام که قرآن تعریف میکنه از صحابه، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى اولئک لهم مغفرة و اجر عظیم اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون. سبحان الله. گاهی دلم میخواد گاهی تو صحبت هم مقایسه هم میکنم، یه مقایسه بکنید با اون بنی اسرائیل که اون همه لطف خداوند به اونها کرد، آخر اونها چی شدن؟ اما اینها را ببین خدا چی تعریف میکنه. سبحان الله. چون این امت بعد از رسول الله دیگه پیامبری نمیاد. الله عزوجل چنان امتی بهش عنایت فرمود، بالخصوص اونهایی که در صدر بودند که اینها الگو هستند، اینها ستاره های هدایت و نجوم هدایت هستند. لذا در قرآن کریم همیشه از اینها تعریف، یک جایی فقط اگر از لغزششون در سوره آل عمران بحث شده، اونجا بعضی ها میخواند که اون را یک مقداری برجسته بکنن. الله هم همه چیز را میداند. همونجا الله تعالی 2-3 بار یادآوری میکند که ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا عنکم. همونجا الله عزوجل یه جا از لغزششون بیان میکنه. ولی سبحان الله چقدر الله تعالی حتی گاهی تذکر میده به پیامبرش نسبت به همین یاران با وفا و با اخلاص. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سبحان الله. چه رب مهربانی و چقدر روی اونها رب حساس است، روی این بهترین های ما که الگوهای ما هستند. گاهی نمیتونیم خوب ترجمه بکنیم. فتطردهم فتكون من الظالمین. الله میفرماید این جماعت مخلص را که صبح و شام الله عزوجل را فریاد میزنند و از الله میطلبند و اخلاص دارند، رضای مولا را طالب هستند، اینها را هرگز ترک نکن و از کنارت اینها را دور نکن. لذا عزیزان، وقتی که انسانها خوب بشند، وقتی که انسانها از قرآن خط بگیرند، از قرآن برنامه بگیرند در تمام شؤون، عرض کردم در ایمانیات، بعد از ایمانیات در اخلاقیات. دومی چیز اخلاقه. سوره بنی اسرائیل، سوره حجرات، خیلی سوره های دیگر، همیش الله عزوجل از اخلاقیات. آیا در میان مسلمانان خلف وعده نیست؟ آیا در میان مسلمانان امانت رعایت میشه؟ آیا نسبت به همدیگه بدبین نیستند؟ آیا برای همدیگه جاسوسی نمی کنند؟ آیا برای همدیگه چاه نمی زنند؟ آیا عرض کنم که دنبال همدیگه نمی افتند؟ بدون تحقیق تهمت نمی زنند؟ همه اینها تمام مواردی هست از مشکلات اخلاقی که ما مسلمانان از قرآن فاصله داریم. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. معنیش اینه عزیزان که در ایمان، در اخلاق، در اعمال، آیا نماز حقش ادا میشه؟ زکات ها واقعا پرداخت میشه؟ من نمیگم بله یا نه، شما خودتون میدونید. آیا حج، روزه، خیلی با یک بهانه های معمولی مردم روزه نمیگیرند. آیا حجاب، همه اینها احکام هستند، همه اینها دستورات پروردگار هستند. آیا اینها همه این دستورات، آیا اون شرابی که الله عزوجل در اون صدر اسلام
فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اینا را الله تعالی گند فرمود، عمل شیطان فرمود. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اگر میخوای رستگار بشی ای جوان مسلمان، ای مسلمان، از اینها دوری کن. آیا امروز مسلمانان واقعا دورند؟ فاصله دارند؟ یا جوان مسلمان بطری شراب را به دست میگیرد و عکس میگذارد در فضای مجازی و افتخار میکند، به جای اینکه کلام الله در دستش باشه، به جای اینکه کتاب سیرت رسول الله، کتاب حدیث، به جای اینکه اون شمشیر که آرم جهاد ما هست، به جای اینها مسلمان چقدر فاصله گرفته. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ما به مقتضای ایمان عمل بکنیم عزیزان، اون وقت ما موفقیم، اون وقت ما سربلندیم، اون وقت ما کامیاب هستیم. پس سومین چیز اعمال هست، نسبت به اعمال کوتاهی هست. چهارمین چیز معاملات هست. آیا معاملاتی که در بازارها هست طبق شرعی هست؟ حضرت مفتی صاحب را بپرسید، واقعا معاملات ما همه شرعی هستند؟ حیله ربا کم هست؟ بقیه مفاسدی که در بیوع و در معاملات میاد آیا وجود ندارد؟ آیا کلاهبرداری نیست؟ آیا فریب دادن نیست؟ آیا جنس قلابی به جای جنس اصلی فروخته نمیشه؟ آیا هر یکی سعی نمیکنه که مالش را و جنسش را ولو اینکه هر کیفیتی داره بالاخره به مردم غلبه بکنه؟ معاملات ما عزیزان مشکل دارد. پنجم معاشرت. ما در آداب معاشرت، آداب، رسوم، عرض کنم که نشست و برخاست ها و نوع زندگی، سبک زندگی، خیلی ما مشکل داریم. آیا خواهران ما پوشششون تقلید از کجا؟ آیا برادران ما، فرزندان ما، جوانان ما الگویشون کی هست؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن ایشون را به عنوان الگو معرفی می کند، آیا رسول الله الگو هست؟ آیا جوانان از سیره رسول الله همه باخبر هستند؟ آیا از زندگی صحابه همه باخبر هستند که از اونها الگو برداری بکنند؟ آیا از زندگی نازپرورده مکه مصعب ابن عمیر را همه میدونند؟ یا الگوی اونها بلا نسبت رونالدو هست، فلان فوتبالیست هست، فلان بازیگر هست؟ عزیزان ما خیلی مشکل داریم. این ضعف هایی هست که ما باید جبران بکنیم اینها را. ما اگر میخواهیم کمکی در زمینه آزادی قدس بکنیم، ما باید از خود شروع بکنیم. ما باید تمام دستورات ربمون را، او بهتر میداند خیر و صلاح ما را. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون ذاتی که خالق است، اون ذاتی که لطافتها را میداند، ظرافتها را میداند، از همه چیز با خبر است، از اون ذات خط بگیریم، از اون ذات بیاییم و تبعیت بکنیم. لذا عزیزان ما مشکل داریم در همه آداب و رسوم. من خیلی جلسات دیگه هم گفتم، اراده کردم هر جا که بیادم آمد هم بگم. یکی از عزیزان 1-2 هفته پیش نامه برای شیخ الاسلام نوشته بود. انشاءالله که در منطقه شما این رسم نباشه ولی در منطقه ما هست. این بحث اینه که ما در آداب و رسوم با اون اصل اسلامیت فاصله داریم. نوشته بود حضرت شیخ الاسلام: علمای گرامی، به خاطر خدا شما این رسوم را از بین ببرید که ما اگر عروسی داشته باشیم برای ما خیلی راحت است. یک وعده غذا میدیم، از قبل هم اعلام میکنیم، مردم جمع میشن، هیچ مشکل. خب این سنت است، ولیمه. اما کسی که میمیرد باید تا 3 شب و 3 روز
غذا بدیم. نمیدونیم که برای عزیزی از دست رفته خودمون جوش بزنیم، غم بخوریم، یا به فکر شام و نهار مردم باشیم. مردم آمدن نشستن، تکیه دادن، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، بالاخره همه دیگها بیشتر از مراسم عروسی روی بالاخره اجاقها گذاشته شده. آیا اینها رسوم اسلامی هستند؟ علما اینجا تشریف دارند. ما در سنت داریم که وقتی که سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که مردم برای اهل بیت حمزه غذا بیارید که اینها غم دیده هستند، داغ دیده هستند، نمیتونن برای خودشون غذا درست کنن. صحابه خونه های خودشون غذا درست میکردن، برای اهل میت میان. الان من نوعی میرم اونجا نشستم و منتظرم که کی این اهل میت غذا میده به ما. الحمدلله که اینجا نیست. منطقه ما قبلا از بین رفته ولی الان زیاد شده، ولی در بعضی دیگه مناطق جنوبی ما رفتیم و حتی یه جایی، من الان نام نمیبرم، یه جایی ما رفتیم گفتن که اتفاقا همون روزهایی گفتن یکی از عزیزان اینجا برادرش فوت کرده، از اینجا فرار کرده رفته که مردم برای تعزیه نیان. گفتن که چون که اینجا که مردم برای تعزیه میاند، اینجا چلیم و باپور و همه چیز، حداقل اگر فقیر باشی و نادار باشی باید 5 کیلو تریاک اینجا باشه که این در ظرف 2-3 روز مصرف میکشه. اونایی که سرمایه دارند و همه چیز دارند، اونها حداقل باید 20 کیلو تریاک اونجا داشته باشند. آیا اینها جزء رسوم اسلامی ماست؟ الحمدلله که شما ندارید. لذا عزیزان، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، 100% مسلمان باشیم. فقط در مسجد مسلمان باشیم نه، فقط ماه رمضان نه، فقط ایام حج نه، فقط ایام فلان نه. در بازار هم مسلمان باشیم، در مسجد هم مسلمان باشیم، در محیط خانه هم مسلمان باشیم، در جشن و سرور هم مسلمان باشیم، در عزا و ماتم هم مسلمان باشیم، در رابطه با حقوق زن و فرزند هم مسلمان باشیم، در رابطه با برخورد با مشتری، همسفر، همسایه، همه جا مسلمان باشیم. همه جا حقوق اسلامی را باید ما رعایت بکنیم. لذا این پنجمین چیز هست، آداب معاشرت. اینا خیلی مهم هستند. این قرآن روح هست. این قرآن را اگر ما از قرآن خط بگیریم، اگر از قرآن برنامه بگیریم، اگر از قرآن ما بالاخره راهمون را یاد بگیریم، عزیزان مشکل ما حل میشه. همون دور من عرض کردم الله عزوجل همون الله هست، وعده هایش همون وعده ها هست، ولی به شرط اینکه ما اون شرایط را، شرایط وعده های خوب را، شرایط نصرت و یاری الله را، شرایط عزت و سربلندی را ما باید در زندگی خودمون فراهم بیاوریم. لذا همون ایمان، همون عقاید، همون اعمال، اخلاق، معاشرت، حقوق، حدود و سیاست. ششمین چیز که من نمیخوام اینجا باز بکنم مربوط به ما نیست، سیاست هست، حکومت داری هست، روابط بین الملل هست، روابط با بقیه غیر مسلمانان هست و آدابی که مربوط به راعی هست، به حاکم هست، نسبت به ملت باید چگونه باشه، چقدر خیرخواه باشه، چقدر دلسوز باشه. در سوره مبارکه نساء بر اساس روشی که ما از شیخمون مولانا حسین علی رحمه الله میخوانیم، ایشون میفرماید که 15 تا از احکام اینجا هستند مربوط به رعیت هستند، 9 تا از احکام هستند مربوط به راعی و حاکم هستند که اینها را باید حاکم در نظر بگیرد، ظلم نکند، ستم نکند، تبعیض نکند، بین مردم بالاخره حل و فصل عادلانه باشه، حل و مجرا تا آخر. لذا عزیزان، اگر این دستورات کلام الله مجید، اگر این فرمایشات رب مهربان را همه ما بهش عمل بکنیم، هم راعی هم رعیت، هم حاکم هم مردم، هم از کنم زن هم مرد، هم جوان هم پیر، اون وقت همین دنیا تبدیل به گلستان میشه. در همین دنیا بوی بهشت را شما احساس میکنید،
در همین دنیا تمام زیبایی ها را انسان با چشم میبیند، بغیر از محبت، بغیر از اتحاد، بغیر از وحدت، بغیر از ایثار، بغیر از این صفات خوب چیزی دیگه نخواهد بود. همین زندگی شیرین میشه. چنان امنیت باشد که بالاخره یک خانم از دورترین منطقه به دورترین منطقه، همونطور که در صدر بود، با بار طلا پیاده سفر بکند، هیچ تهدید او را تهدید نمیکنه. خیلی جاها، حالا خیلی جاها نه، در کشور افغانستان حالا تعریف میکنه امنیت به همین شکلی که لازم هست، اگر مبالغه نباشد آمده وجود دارد، مردم راحت هستند. لذا عزیزان، تمام مشکلات ما برمیگردد به چی؟ به اینکه ما عرض کنم که از قرآن فاصله داریم، به مقتضای ایمان و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین عمل نمی کنیم. اما اینکه بالاخره تلفات بدیم، شهادت میدیم، عزیزان ما شهید میشن، اینا در زمان رسول الله هم بوده. در ادامه همین آیه الله عزوجل میفرماید و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمین. اون ظالم را خدا دوست نداره که ظلم میکند، شما را تار و مار میکند، شما را از بین میبرد، اما خدا از میان شما گلچین میکند شهدایی را. و بعد در ادامه میفرماید الله عزوجل میخواد مؤمن خالص را، مؤمن مخلص را، مؤمن صاف و پاک را از اونی که غش دارد، از اونی که نفاق دارد، از اونی که مشکل دارد، از او جدا بکنند. لذا این مشکلات که طبیعیه، این مشکلات همیشه بوده، در زمان انبیا بوده. گاهی عزیزان از مشکلات صحبت میکنند، من میگم شما زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم را ببینید. آیا 13 سال مکی آن حضرت صلی الله علیه و سلم روز خوشی داشتن؟ آیا در زندگی مدنی 10 سال مدینه کدوم روز بود که بالاخره راحت باشه؟ هر روز هجمات دشمن، هر روز محاصره، یه روزی بدر، یه روزی احد، یه روزی خندق و احزاب، یه روزی موته هست. بهترین یاران، بهترین صحابه شهید شدند. در رابطه با آیه استخلاف که معروف است، بعضی از مفسرین نوشتن که این آیه در اواخر حیات آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شد. بعضی از صحابه خدمت رسول الله رفتن، گفتن یا رسول الله این همه سال جنگ و جهاد بود و هیچ وقت شمشیر را از دوش نگذاشتیم روی زمین، اما دوست داریم که بالاخره یه امنیتی باشه، یه راحتی باشه، یه آسایشی باشه، نه اینکه بریم پیکنیک، نه اینکه بریم تفریح، با طیب خاطر، با خیال راحت و آسوده ربمون را عبادت بکنیم و سجده بکنیم. الله عزوجل بعد از این خواسته آیه را نازل فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. باز هم همون وعده که در سوره عصر آمده اینجا هم است، آمنوا وعملوا الصالحات. این دوتا عزیزان شرط فلاح و موفقیت و وعده های الهی هستند. هر جا الله عزوجل همین فرموده آمنوا وعملوا الصالحات. در سوره والتین هم است لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. در سوره عصر هم است ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. همین کاری هست که شما در قالب این جلسات اصلاحی، علمی، فکری، فرهنگی شما انجام میدهید. لذا اونجا الله عزوجل همین وعده را فرموده. این وعده با ما هست، امروز همین وعده هست. این وعده گرچه مصداق اولی این صحابه رسول الله بودند، مصداق اولی اون خلافت خلفاء راشدین هست، اما آیات الهی عزیزان منحصر به زمان و مکان و افراد خاص نیستن. گرچه شأن نزول و عرض کنم که آیات که در رابطه با افراد نازل شده
مورد خاص بوده ولی آیات الهی عام هستند. امروز شما احساس بکنید این خطاب و این وعده و این مژده برای ماست. اون چیه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سه وعده: اول خلافت، قدرت، حکومت. دوم تمام خوف و خطر و بالاخره پریشانی ها را الله تبدیل به امن و آرامش و آسایش. وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم. دومی این بود که دین را الله عزوجل غالب میگرداند. قدرت مال اهل دین هست، قدرت مال دینداران میشه. سوم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. لذا اینا همه برای کسانی است که آمنو و عمل الصالحات، کسانی که از قرآن خط میگیرن. لذا عزیزان مرکز شما هست مرکز علوم قرآنی. لذا بیاییم و الحمدلله همه این تلاش ها هست، همه این برنامه ها هم برای این هست. بیاییم و من خدمت این علما میخوام عرض بکنم به همون ترتیبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کار کردند، همون ترتیبی که آیات قرآن نازل شد، به همون ترتیب اگر کار بشه روی مردم، روی افکار مردم، عقاید مردم، اخلاق مردم، اعمال مردم، عبادات، انشاءالله همه مشکلات حل میشه و الله عزوجل روزهای خوشی برای ما میارد. و اگر نیاید یه جای الله عزوجل به پیامبرش میفرماید و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک. معنیش اینه که لازم نیسته وعده الهی و اینکه دشمنانت را از بین میبرم و اینکه این ظالمان را الله عزوجل به زیر میکشاند حتما در حیات شما باشه. گرچه دشمنان رسول الله در حیات رسول الله مجازات شدند، مکافات شدند، اما لازم نیست این باشه. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک. برای ما هم یا بالاخره ما خواهیم دید اون روز عزت را، اون روز موفقیت را، یا نخواهیم دید، اما مسیر ما این هست: آمنو و عمل الصالحات. مسیر قرآن، مسیر ایمان، مسیر این که در تمام شعب زندگی، در تمام عرض کنم که بخشای زندگی از قرآن خط بگیریم، از رسول الله صلی الله علیه وسلم راه را بگیریم، زندگی صحابه را الگوی خودمون قرار بدیم، رسول الله و صحابه را الگو قرار بدیم. اون وقت انشاءالله ما موفق میشیم. الله عزوجل من و شما را در این زمینه موفق بگرداند. طولانی شد، عذرخواهی میکنم. الله تعالی این جلسه را به بارگاه خودش قبول بفرماید و رب سبحانه و تعالی سبب اصلاح ما، سبب هدایت و سبب تغییر و دگرگونی بگرداند. الله میگرداند. شما هم دعا کنید، هم تلاش کنید انشاءالله. الله تعالی موفق بگرداند. دعای بزرگ. درود شریف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك، على نبيك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا اله العالمین، جمعی از بندگان تو که به گمان ما از بندگان مخلص هستند،
بندگان پرتلاش و زحمتکش هستند. امشب به مناسبت دین تو جلسه ما سیاسی نیست، جلسه صنفی و تجاری نیست، جلسه دینی هست، اصلاحی هست. جمع شدیم که ما اصلاح بشیم، جمع شدیم که مولا تو راضی باشی، جمع شدیم که تو ما را راهنمایی و الهام بفرمایی. پروردگار اولین خواسته ما مغفرت ذنوب هست، لغزشات زندگی ما هست، عفو گناهان ما هست. اله العالمین پروردگارا امشب که در این خانه تو و روی این فرش خانه تو همه ما نشستیم، از تو امید بخشش داریم، تقاضای مغفرت داریم. مولا همه ما را ببخش، هیچ کسی را از میان ما خائب و خاسر نگردان، هیچ کسی را از اینجا دست خالی و با بار گناهان از این مسجد بیرون نکن. اله العالمین پروردگارا به اعمال ننگین ما نگاه نکن، به قلب سیاه ما نگاه نکن، به ضعف عمل ما نگاه نکن، به غفلت های ما نگاه نکن، به ناسپاسی ها و ناشاکری های ما نگاه نکن. تو به صفات زیبایی که تو ارحم الراحمینی، تو رحمان الرحیمی، تو رب رؤوفی، تو رب رحیمی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا عفو، یا کریم. تو همه ما را معاف بفرما پروردگار اله العالمین، ما را مؤاخذه نفرما. مولا ما تحمل مؤاخذه تو را نداریم، بنده های ناز پرورده، بنده هایی که در دنیا خو گرفتیم با نعمت های تو. تو در دنیا نگاه نکردی اعمال ما را، از ما معصیت و گناه بود، از سوی تو رحمت و لطف و نوازش، از سوی ما غفلت بود، از سوی تو نعمت. پروردگارا اله العالمین ما این بندگانی که ناز پرورده نعمتهای تو هستیم، ما را در آخرت شرمسار نفرما، مؤاخذه نفرما. مولا ما نمیتونیم حتی اون مؤاخذه و جهنم تو را تصور بکنیم، چه برسد که قرار بگیریم. اله العالمین ما بنده تو هستیم. اله العالمین ما اگر چیزی دیگه نداریم، در قلب ما توحید هست. مولا ما فقط تو را فریاد می‌زنیم، فقط از تو می طلبیم. مولا ما اعتقاد و باور نداریم که کسی غیر از تو می تواند مشکل ما را حل کند. ای الله در این قلوب ایمان هست، لا اله الا الله هست. حبیب تو فرموده هر قلبی که در اون لا اله الا الله باشه اون انسان داخل بهشت میشه. ای الله یا رب العالمین به خاطر این ایمان، به خاطر این توحید، به خاطر یکتاپرستی که ما اعتقادش را داریم، ما را مغفرت بفرما، ما را ببخش، از سر تقصیرات ما در گذر باش. گناهان کوچک و بزرگ، خرد و کلان، اونهایی که علنی انجام دادی، اونهایی که مخفیانه انجام دادیم و فقط تو میدانی یا رب، همه را ببخش. و اله العالمین پروردگارا ما را از بندگان شایسته خودت قرار بده یا رب. ما را مؤمن کامل، متقی، خدا ترس، دیندار قرار بده یا الله یا رب العالمین. اگر در وجود ما لیاقت نیست، لیاقت و شایستگی که تو میدی، ما را لایق بگردان برای اینکه بنده مخلص و مؤمنی برای تو باشیم، برای اینکه بنده‌ای باشیم که تو از او راضی باشی. اله العالمین یا رب العالمین به همه ما دین کامل، ایمان کامل، تقوا، خدا ترسی، دنیای صالح، رزق حلال نصیب بفرما. اله العالمین یا رب العالمین مشکلات ما را و مشکلات همه مسلمین را حل بفرما. مشکلی که استان ما بالخصوص و کشور ما اخیراً با اون مواجه هست یا رب العالمین، از مخلوقات ناامید هستیم. ای خالق یا رب تو مشکل کشایی، تو این مشکل ما را حل بفرما به همون صورتی که به نفع مردم هست، به نفع دین و اهل دین هست، به نفع ملت و کشور هست. این مشکلات را حل بفرما، به آه مظلومین رسیدگی بفرما، به داد مظلومان برس، دست همه ظالمان را کوتاه بگردان یا الله، دست ظالمان را کوتاه بگردان. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن
ای الله تو بهتر میداری، ما خیر و صلاح دنیا و آخرت را از تو میخواهیم. ای الله بر مظلومان غزه لطف فرما، رحم بفرما. اله العالمین، این یهودی که تو اونها را مغضوب علیهم فرمودی، اینها بر امت بهترین حبیبت امروز مسلط شدند و چگونه لطفار میکنند. اله العالمین، پروردگارا میدانیم که عمل کرده سوی ماست. ای الله ما را و همه مسلمانان را به سوی خودت برگردان و دست ظالمین را کوتاه بگردان، کمر اسرائیل را بشکن. اله العالمین، تک تک این ظالمان را از نخست وزیر و وزیر جنگ گرفته تا بقیه فرماندان، اینها را اله العالمین اگر هدایتی برایشون مقدر نیست به ما نشان بده که محاکمهشون میکنی. اله العالمین، به مردم فلسطین را بر سرنوشت خودشون اله العالمین غالب بگردان. اله العالمین، کشور فلسطین را و بیت المقدس را و اراضی اشغالی را همه را آزاد بفرما. پروردگار اله العالمین، دعاهای ما را سهیم بگردان، کمکهای مالی ما را اله العالمین، عبادتهای ما را، اصلاح جوانان ما را، تقوا و رجوع الی الله ما را، همه اینها را تأثیر بگذار بگردان. پروردگارا یا رب، بر همه مظلومان عالم رحم بفرما. همه مشکلات شخصی را، فردی را، جمعی را، خانوادگی را، همه را حل بفرما. مشکلات مدارس ما را، مشکلات اماکن دینی را، مراکز دینی و اسلامی را همه را حل بفرما. پروردگار فشارها را از بین ببر، بنبست ها را بشکن. پروردگار محافظت بفرما از این قلعه های دینی که علماء مخلص گذشته و علماء فعلی زحمت کشیدن، کار کردن. یا الله تو محافظت بفرما از اله العالمین، از شر بدخواهان، از مکر ماکران، از توطئه‌گران، همه اماکن ما را حفاظت بفرما. علماء ربانی ما را محافظت بفرما، شیخ ما را محافظت بفرما و قدم به قدم در همه امور دینی و دنیوی راهنمایی بفرما، الهام بفرما. پروردگارا اله العالمین، ملت ما را، جامعه ما را جامعه ایمانی، جامعه اسلامی بگردان. منکرات را برچین از وسط ما، جوانان ما را، دختران ما را، خواهران ما را، برادران ما را همه را پاک بگردان، با حیا و با عفت بگردان، با ایمان بگردان، با شهامت بگردان. حب جهاد را پروردگارا در دلها احیا بگردان. پروردگارا اله العالمین، از ما بندگان ضعیف و ناتوان برای نشر معارف دینی، نشر معارف قرآنی کار بگیر. ای الله در ما استعداد و لیاقت عنایت بفرما. از اله العالمین اهل خیر ما کار بگیر، از مال این مردم عزیز کار بگیر، از جوانی جوانان ما کار بگیر. همه ما را برای دینت و برای خدمت دینت قبول بفرما. خواهران و مادران ما را، دختران ما را برای کنیزی دینت قبول بفرما. اله العالمین، دین و دنیای ما را اصلاح بفرما. مولا از همه ما راضی باش، از همه ما خوشنود باش و توفیق بده ما زندگی را با رضای تو سپری بکنیم. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما، بالخصوص اساتید ما را، مرشدهای ما را. اله العالمین، همه اون اساتیدی که ما از اونها کسب فیض کردیم، بالخصوص اساتیدی که در این خطه بودن، شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف، مولانا دهقان، مولانا مفتی خالد، مولانا محمد انور، اله العالمین حضرت صاحب و همچنین مولانا عبدالحمید جهان دیده، مولانا اسماعیل محمدی و همه علمایی که در ذهن نیستند و یا هستند، همه را غریق رحمت بفرما. ارواحشان را در جنات فردوس بلند و بلندتر بفرما. مولا همه ما را در مسیر سلف صالح قرار بده، در اون مسیری که تو راضی هستی و ما را همچند سبایی که هستیم با دنیا آلوده نگردان. اله العالمین، با اون چی که تو نمی پسندی ما را گرفتار نگردان و ما را بندگان خادمی و مخلصی برای دین خودت قرار بده.
زندانیان را وسیله آزادیشون را فراهم بفرما. بالخصوص هنوز علمایی که در بند هستند، مولانا کوهی، مولانا نقشبندی، ما مستاهای عزیز، جوانان ما که در زندان ها هستند، مولا زندان ها درهایشون را باز بفرما، بی اولادان را اولاد بده، مقروضین قرضشون را ادا بفرما. هر بنده هر حاجتی دارد تو بهتر میدانی یا علیم بذات صدور، حاجتش را برآورده بفرما. این جلسه را به بارگاه خودت قبول بفرما، این سعی و تلاش عزیزان ما را قبول بفرما، مثمر ثمر بگردان. اله العالمین مزید همت، مزید توفیق، مزید پیشرفت عنایت بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين.